فرمای عزیز هر چیزی جای تعجب باشد، اما بعضی انسان‌هایی است که مرگ اونها مرگ عالم است، مرگ اونها امت را در غم می‌اندازد، مرگ اونها جامعه را می‌گیرد. این مرگ حضرت شاه عاشقان خدا پیغمبر، عاشقان اسلام و قرآن، عاشقان وارثان محمد، این عشق شما برای خاطر چیست؟ برای خاطر از دست دادن یکی از وارثان پیغمبر. والله محفل‌های با حضور حضرت ایشان زیندان داشت، مجلس‌های ما و شما با شدت ایشان نورانیت داشت. حضرت ایشان وارث حقیقی پیغمبر خدا بودند، زیرا اخلاق عالی حمیده داشتند، زیرا تواضع و خاکساری داشتند، همه را از خود بالا می‌دانستند. امروز این تواضعشان، این خاکساریشان ایشان پادشاه کردند. هیچ پادشاه مانند ایشان حرمت ندارد. از تواضع خاک نرگفته شود، نور نار از سرکشی گم می‌شود. عزیزان من، عاشقان حضرت ایشان، شما گریه نکنید، شما برای ایشان گریه نکنید، ما حق داریم گریه کنید، وحیدین خان حق دارد گریه کند. دیگه محفل ماهای ما از ایشان خالی شد. شما یکم تمونید، یکم مسئله شرعی داشته باشد، بعد از من وحیدین خان حل بگیره، اما ما دیگر حضرت ایشان نمی‌یابیم. پیغمبر رسول اکرم گفتند موت العالم موت العالم. یا الله، چی به این زودی حضرت ایشان روحشان از الله و عالمی بالا بود. اکنون زیاد صحبت کرده نیستم، زیرا پاوردن میتونه رو ریختن هم سوزد نمارد. اینقدر مفتون هستم که عزیزان من حضرت ایشان جای‌نشین پیغمبر خدا بودند، یک نمونه از سلف صالح بودند. زیرا زبانشان همیشه گویایی به ذکر، زبانشان گویایی به تلاوت بود. باور کنید وقتی که بیماریشان پیش از رمضان بود یا بعد رمضان آمدن، حالتشان خیلی وقتی بود، چون گلی پشت برده اکنون پشت برده شد ایستاده بود. من گفتند پیشان 70 سال در این دنیا عمر گذراندم، راه کردم، الحمدلله این سال نمیکنم، 2 روز میرم، امیدوار پروردگاری کم روزی من نمیکنه. در حالتی که مرد براش معلوم بود نمی رمضان میخورد، نمی روزه رو میخورد. این نشانی ایمان حضرت ایشان بود. پروردگار سفرشان رو بهتر کنه. اولا از همه شما عزیزان اخلاصمندان و دوستان حضرت ایشان، شانی از نام صاحبان علم و بزرگان و از نام خودم و خاندان ما نشان قلدالله شان محمود جان، اولا حضرت ایشان محقی خانه که امیدوارم پروردگار ایشان جای نشین خوب برای حضرت ایشان بگرداند. پروردگار حسیت و تعزیت از بکنه. ثانی از خداوند مهربان جهان اسلامی سفری دور و دراز و خیلی خطرناکه، خدایا برای حضرت ایشان سفری عروسی گردان. پروردگار خالی قبرش براش حجری عروسی گردان. پروردگار زبانش در قبر و در روز رستاخیز به گفتن کلمه لا اله الا الله که عاشق او بود، گویایی به او بود، گویا گردان. پروردگار الان مفتشایت در قبر برای سوال و جواب میآید، زبانش به گفتن سوالهای اونها را جواب گویا گردان. پروردگار خانش فرزندای عزیزش که درخت داشته در جدایی از ایشان صبر جمیل نصیب فرما. عزیزان من حضرت عبدالرحمن جامی قید دارد به او صحبت به پایان میرسانم. سالها باید که تا یک سنگی از میزان آفتاب لعل گردد در رخشان یا عقیل اندر یمن. سالها باید که تا یک مرد حق بر تو پیدا شود، بایزید اندر خراسان
محل فاطمه جای نشین تو نگاش کردن. یا رب العالمین.